در پی نشر گزارش‌ها از بهر افزایش آلودگی صوتی در پایتخت، شهرداری کابل دست به اقدام تازه زده است. به گفته مسئولان در این اداره، فروشندگان موظف شدند تا نرخ اجناس خود را روی کاغذ نوشته و در محل قرار دهند که در دید مستقیم مشتریان باشد. ما خوشبختانه در این روزها به خاطر جلوگیری از آلودگی صوتی برنامه‌ها را ما در نواحی بیستگانه راه اندازی کردیم. شمار از فروشندگان نیز از این اقدام ابراز خرسندی می کنند و از دیگر فروشندگان در کشور می خواهند تا این گام را ترویج دهند. از کراچیوانای محترم و خواهشمندیم که لاسپیکر به لوحه ترجیح بدن. با جای لاسپیکر نوشته شو و مشتری بفهمن بهتر هستند. ان شاء الله با جای لاسپیکر، به خاطر از که لاسپیکر یک نوع مزاحم برای شهروندان ماست. بهترین گروپ‌های برقی، گروپ‌های سولری